سلام به دوستان عزیز. خوش اومدین به یه ویدیوی دیگه با من. بچه‌ها اینو امتحان کنید و بعدا ازم تشکر کنید. من آب خوردن رو دوست ندارم، واقعا عذابه واسم آب خوردن. این ترکیب رو درست کردم: بشکه انقدی آب با یه دونه لیمو ترش و یه قاشق هم شیره، همین میگه و خیلی خوب میشه. این مزه خاصی نمیده ولی مثلا اون ترکیب ترشی با این شیرینیه یه ته مزه خوبی بهش میده. بعدم ازم تشکر کنم. از اونجایی که من الان خیلی تشنه‌ام، برام فعلا همینو میخواستم بگم. برنامه‌ریزی رو دوباره میایم با هم دیگه انجام میدیم. همینجا ازتون خداحافظی میکنم. شبتون بخیر. بدرود.